دوستای عزیز، در این بخش ما می‌خوایم که بستایی که در شرکت مخابراتی اتصالات اعلان شده در شما به معرفی بگیریم کدام بستاست و چگونه ثبت نام بشه. این بستایی است که تازه نو اعلان شده، کابل، پروان، غزنی، کابل، ننگرهار و کابل تا تاریخ 18 جنوری 2024 وقت داره که شما باید ثبت نام بکنید. شما برای ثبت نام به خاطر از اینکه بخواید این بستا ثبت نام بکنید یا به خاطر دیدن جزئیات در داخل خود سایت اتصالات شده و جزئیات می‌بینید و همچنان میتونید که به خاطر ثبت نام شما در قسمت لوگین رفته خود را راجستر نمایید. در قسمت اگر قبلا اکانت داشته باشین ایمیل و پاسورد تان میزنید، اگر اکانت نداشته باشین باز در قسمت رجیستر میروید و خود را رجیستر مینمایید. در این قسمت که شما راجستر شدین دوباره روی لوگین کلیک میکنید، دوباره وارد اکانت میشین. مثلا ما قبلا که راجستر کردیم دوباره وارد اکانت خود میشون و اینجا میگه من ربات نیستم، لوگین منتظر میشین که داخل اکانت شد. داخل اکانت زمانی که شدین این اکانت بر شما باز میشه، صفحه باز میشه. در این قسمت شما تمام مشخصات خود وارد میکنید. چگونه وارد میکنید؟ در این قسمت ادیت میزنین، در این قسمت جندرتون انتخاب میکنین، حالت مدنی تان انتخاب میکنین، نمبر تذکره تان انتخاب میکنین و همچنان زبان مادری تان انتخاب میکنین کدام زبان است. اینجا نمبر پاسپورت میزنین و سیو میکنین. درست است. و در این قسمت کسا تجارب کاری که شما داشتین او تجارب کاریتان رو آپلود، تجارب کاریتان اضافه میکنین. مثلا اگر تجارب کاری داشته باشین اد ریکارد میزنین و این قسمت تجارب کاریتان اضافه مینمایید. و در قسمت های بعدیش مثلا ایژوکیشن، اگر شما در کدام مقطعی که درس میخوانین شما باید اضافه بکنین که در یک قسمت اد نیو ریکارد را میزنین. در یک قسمت تمام معلومات مکتب یا دانشگاه خود ثبت میکنین. زمانی که معلومات اینا رو ثبت کردین بعد از دو شما میتونید که این قسمت اگر سرتیفیکت کاری داشته باشین، سرتیفیکت تحصیلی داشته باشین، سرتیفیکت کورس‌ها رفته باشین، خوانده باشین، اینجا درس میکنید مثلا چی برای یک سرتیفیکت دارین. بعد از اون در اینجا دیسکریپشن در از هزار کلمه در مورد دیسکریپشن نوشته میکنید که حد اکثر باید 1000 کلمه باشه که این سرتیفیکت چگونه به دست آوردین، از کجا به دست آوردین. به این صورت باز کلمه سیو رو میزنین. دوباره که ثبت شد بعد از اون باز در قسمت لنگویج هم زبانتان، مثلا اگر شما زبان خوانده باشین شما میتونید که زبانتان هم ثبت کنید که مثلا زبان ثبت میکنید که پشتو حد مثلا فلوئنت است، اسپیکینگ هم فلوئنت است، مثلا رایتینگ هم فلوئنت است، ای که میفهمم فلوئنت است. سیو ریکارد میزنید که اینا تمام معلومات ها سیو شود. و زمانی که تمام معلومات ها سیو شد شما در این قسمت باید تذکره‌تان آپلود کنید. تذکره‌تان آپلود کردین بعد از اون این قسمت ها را کلش تیک مارک میکنین و روی اپدیت پروفایل کلیک کردن ثبت نام شما تکمیل میشه. ثبت نام شما تکمیل شد منتظر از میشین که شما چه وقت شارت لیست میشین.